جمعه هفتم ینور طرفخانه در پایتخت تاجیکستان مشهور یکسرای به کام آتش رفت. این طرفخانه که اساساً برای گذرانیدن توی و دیگر شب نشینی ها استفاده می شود در ساحل دریای دوشنبه در نزدیکی چوبخانه شرق آزاد جایگیر شده است. سبب سوختور هنوز معلوم نیست. بنا به خبرها برای فرو نشاندن آتش دست کم 10 ماشین سوختار نشانی در جای حادثه قرار دارند. در قبط یکم بنایی که در گرفت تالار مبل ترکی استقبال جایگیر شده است. از اول سال این الکی دومین سوختار در طرفخانه های تاجیکستان است. یادآور می شویم روز 2 ینور قهوه‌خانه معروف نسیم بهار در کوچه رفعت حاجی شهر خوجند به کام آتش رفت. علنگه آتش در مساحت 160 متر مربع دامن پهن کرده و آتش نشانها برای فرو نشاندن آن 40 دقیقه لازم گردید. نسیم بهار به صاحبکار نسیم جان میرشرابوف تعلق داشته یکی از مشهورترین قهوه‌خانه‌های خوجند به شمار می رود.